پس از انتشار فیلمی از رجزخوانی زندانیان با غمه‌های دستساز پس از کشتن وحید مرادی، حالا بسیاری از وضعیت زندان‌ها انتقاد می‌کنند که چرا باید کسی بتواند آنجا غمه داشته باشد و چه کسی مسئول جای زندانیان است. وحید مرادی که بود؟ کمتر اسم او را شنیده بودیم، اما او به قول خودشان از خوبهای تهران بود و حضوری پررنگ و پرسر و صدا در اینستاگرام داشت. عربده میکشید، رجز میخواند و چندین بار به زندان رفته بود. پشت گردنش نوشته بود عقاب ایران و تمام تنش رد چاقو داشت و تتو. خودش میگفت در تعقیب و گریزهای پلیس 7 بار تیر خورده است. خودش در فیلمی میگوید اصالتاً همدانی است. قدرت نمایی‌هایش در اینستاگرام، خالکوبی‌های عجیب روی بدنش، 14 بار حبس و چندین سال درگیری‌های خونین سرانجام او را به یک قاتل تبدیل کرد. شروری که از 17 سال پیش تا کنون سلاح به دست با قلدری در محله‌های مختلف تهران و کرج قدرت نمایی می‌کرد و به خاطر فیلم قلدری‌هایش به شاخ اینستاگرام تبدیل شده بود. در فیلمی که پس از بازداشت از او منتشر شد، میگوید این صفحات را دیگران برای او ساختند و خودش یک گوشی معمولی دارد، لقب ندارد و همه باید به نام و فامیل صدایش بزنند. وحید مرادی. او 5 سال پیش ازدواج کرده بود و حالا یک پسر 4 ساله دارد. وی میگوید یک پسر 4 ساله دارم که دوست ندارم راه مرا برود دکتر شود، آدم حسابی شود. من اشتباه کردم و در زندگیم فقط حسرت خوردم. وحید مرادی روز 26 اردیبهشت دوستش حسین گودرزی را کشت، آن هم درست چند روز پس از آزادی از زندان در ساختمانی در ولنجک. آن مهمانی به افتخار آزادی وحید مرادی از زندان گرفته شد. پس از قتل وحید از تهران فرار کرد. در 500 متری مرز ترکیه بود که دستگیر شد. پس از دستگیری نام او با القابی چون گندلات تهران و عقاب ایران بر سر زبانها افتاد. وحید درباره جزئیات ماجرای قتل دوستش حسین گودرزی گفت: پس از پخش فیلم و توهین‌هایی که در فضای مجازی کرده بودم، از سوی پلیس مورد تعقیب قرار گرفتم. در منطقه شمالی کشور بودم که نیروهای پلیس من را شناسایی کردند. آخرین بار با 7 گلوله که از سوی پلیس به پایم شلیک شده بود دستگیر شدم. پس از حدود 1 ماه و نیم که آزاد شدم، چند تن از دوستانم جشن آزادی برایم در منطقه ولنجک گرفتند. به اتفاق چند نفر در آن مهمانی حجم بسیار زیاد مشروبات الکلی مصرف کرده بودیم که پس از مستی متاسفانه مقتول و دوستانش به من توهین کردند و فحش ناموسی دادند. پس از فحاشی آنها من نیز پاسخشان را دادم که این امر موجب درگیری فیزیکی ما شد. البته آنها با شیشه های مشروب به من حمله کردند و من مجبور شدم با چاقویی که از قبل همراه داشتم از خود دفاع کنم. وحید مرادی پس از دستگیری به زندان رجایی شهر منتقل شد تا اینکه غروب 11 اردیبهشت ماه خبر مرگ او در زندان منتشر شد. این بار دیگر نام عقاب ایران حسابی سر زبانها افتاد. بپردازیم به نحوه کشته شدن وحید مرادی. دوربین‌های زندان صحنه قتل و آخرین نفس‌های وحید را ضبط کردند. رسانه‌ها فردای آن روز جزئیات ماجرا را تشریح کردند. درگیری مرگبار بین زندانیان دوشنبه 11 اردیبهشت در محوطه زندان آغاز شد، اما دقایقی بعد وحید به داخل سلول بازگشت. این بار 3 زندانی وارد سلول شدند و او را با 5 ضربه چاقو به قتل رساندند. با بازبینی فیلم دوربین مداربسته زندان 3 نفر به عنوان قاتلان وحید مرادی شناسایی شدند. سعید، یکی از متهمان قتل وحید مرادی، ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: وحید از زمانی که وارد زندان شد برای خودش باند تشکیل داد. به همه میگفت من عقاب ایران هستم و نوچه‌هایش را اجیر کرده بود تا به سالن دیگر زندان حمله کنند. زندانیان دیگر را اذیت می‌کرد و برای همه خط و نشان می‌کشید.
2 ساعت قبل از درگیری من را برای تحقیقات در پرونده قبلیم به پلیس آگاهی برده بودند. وقتی به زندان برگشتم متوجه شدم وحید اندرزگاه را به هم ریخته. من شناختی نسبت به او نداشتم و در زندان با او آشنا شدم. سعید مدعی بود و میگفت من وحید را نکشتم. فیلمی را که از درگیری وجود دارد بررسی کنند متوجه میشوند که من او را نزدم. عباس دومین متهم این درگیری نیز همین ادعا را تکرار کرد و گفت سال 85 یکی از آشنایان را به خاطر اختلافات خانوادگی با اسلحه به قتل رساندم. البته چند وقت قبل با پرداخت دیه رضایت خانواده مقتول را گرفتم و حبسم به خاطر جنبه عمومی جرم است. قرار بود به زودی آزاد شوم. وحید از همان روز اول که به زندان آمد شروع به دعوا کرد و باند تشکیل داد و میگفت کفتارها پایین باید باشند و شیرها بالا. خط و نشان میکشید و نوچه هایی را برای خودش جمع کرده بود. آن روز هم 50 نفری که همه چاقو و آب جوش داشتند را جمع کرده بود و میخواست به یکی از سالن‌ها حمله کند. ما دست خالی بودیم که دعوا شروع شد. من مرتکب قتل نشدم. اگر فیلم دوربین ها را ببینند متوجه میشوند که من بیگناهم. در این میان با وجود اینکه هنوز به درستی ابعاد قتل این شرور سابقه دار در زندان مشخص نشده بود، فیلمی از رجزخانی زندانیان قمه به دست بالای جنازه غرق در خون وحید مرادی در فضای مجازی منتشر شد و جنجال‌ها بالا گرفت. هشتگ وحید مرادی تنها 3 روز پس از مرگ در توییتر به شدت داغ شد. فیلم کوتاه هولناکی از داخل زندان، چند زندانی عصبانی با غمه‌های خونی برای جنازه وحید مرادی و هواداران او رجز می‌خواندند. از اینجا به بعد برای عده‌ای شرور قاتل به مقتول بیگناه و با مرام تبدیل شد. ماجرا وارد فاز تازه‌ای شده بود. دوستان وحید مرادی معتقدند که او را نوچه‌های یکی از اراذل اوباش تهران کشتند و حالا انتقام در راه است. ویدیوهایی در اینستاگرام داغ می شود پر از تهدید و قصه پردازی و شایعه. اهالی توییتر ابتدا از یکدیگر درباره وحید مرادی میپرسند و میخواهند بدانند جریان چیست. اما از یک جایی به بعد حجم ویدیوها، حرفها و شایعه ها آنقدر بالا می رود که دیگر داستان وحید مرادی برای هیچ کس ناآشنا نیست و بحث و تحلیل ها درباره این شرور معروف پایتخت، قتلی که انجام داد و حادثه‌ای که منجر به مرگش شد آغاز می شود. مراسم تشییع جنازه وحید مرادی که روز پنجشنبه برگزار شده بود نیز حاشیه کم نداشت. جمعیت زیادی به بهشت زهرا رفته بودند. شاهدان عینی از درگیری‌های کوچکی حین مراسم خبر دادند. در آنجا نیز هواداران وحید مرادی برای قاتلان خط و نشان کشیدند. در همین حال رکنا پشت پرده جدیدی از قتل وحید مرادی منتشر کرد. این سایت مدعی شد دوستان و هواخواهان او در فضای مجازی اقدام به تهدید قاتل وحید مرادی و یک نفر دیگر به نام هیکاف کردند. این سایت در ادامه نوشت هیکاف شرور سابقه داری است که حالا چند سالی می شود دست از شرارت برداشته و بیشتر به سراغ کارهای خیر می رود. هیکاف دوست قدیمی وحید مرادی بود و به دلایل مختلفی با وحید قهر بود. وحید مرادی در مصاحبه‌ای که چند وقت پیش در زندان با شبکه مستند انجام داد کنایه‌هایی هم به او زد. به همین دلیل بسیاری از دوستان وحید اعتقاد دارند دستور قتل وحید مرادی از بیرون زندان توسط هیکاف صادر شد. وحید و این شخص بنا به دلایل شخصی با هم اختلاف داشتند تا اینکه با قتل وحید انگشت اتهامات به سوی هیکاف گرفته شد. تهدیدات هواداران وحید مرادی در فضای مجازی همچنان ادامه دارد. آنها با انتشار ویدیوهای خشن قاتل وحید مرادی را به انتقام تهدید می کنند. این تهدیدها در فضای مجازی آنقدر ادامه دار شد که سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت به هواخواهان این شرور هشدار داد. رئیس پلیس تهران بزرگ در واکنش به قتل وحید مرادی در زندان و رجزخوانی‌های دیگر اوباش طرفدار او در فضای مجازی برای قاتلانش اظهار کرد به تمام افراد و اراذل اوباشی که گردنکشی می‌کنند
هشدار می‌دهم که پلیس با تمام اقتدار با آنها برخورد خواهد کرد. کشور ما محلی برای عربده‌کشی و گردن کلفتی نیست. ما به این افراد اجازه بروز رفتارهای خشونت‌بار را نخواهیم داد. مشخص است می‌خواهند بشوند وحید مرادی، به جان هم می‌افتند و یکدیگر را می‌کشند. با این افراد برابر قانون رفتار خواهد شد. پلیس فتا تمامی این ویدیوهای رجزخوانی در فضای مجازی را رصد می‌کند. قاتل وحید مرادی در اختیار پلیس آگاهی است و ما به دنبال بررسی انگیزه قتل وی هستیم و به محض اینکه به نتیجه‌ای در این رابطه برسیم آن را اعلام خواهیم کرد. در این میان فیلم خوشحالی برادر حسین گودرزی از مرگ وحید مرادی نیز به جنجال‌ها دامن زد. برخی طرفداران مرادی ادعا می‌کنند قاتلان به دستور برادر حسین گودرزی وحید را به قتل رساندند. حسین گودرزی جوانی بود که در مهمانی ولنجک به دست وحید مرادی به قتل رسید. در فیلمی دیگر که در فضای مجازی منتشر شده، شرور با سابقه‌ای به تشریح لحظه قتل وحید مرادی پرداخته و به نقل از چند تن از دوستانش که در زندان رجایی شهر کرج شاهد درگیری بودند میگوید وحید در حیاط زندان در حال هواخوری بود که چند نفر، حالا نمیدونم برای اسم در کردن یا از جایی خط گرفته بودند، به وحید گیر دادند که درگیری همونجا شروع میشه و وحید با عصا با اونا میجنگه. اونا تیزی داشتند و وحید سریع رفت تیزی خودشو برداشت و با چند نفری از دوستاش با اونا درگیر شد. اشتباه وحید این بود که از دوستاش جدا شد و تا آخر راه رو یک رفت. در همون لحظه بود که وحید تنها موند و اونا چند نفری وحید رو مفتبری کردند. چند تن از دوستان وحید مرادی سر خاک او رفتند و فیلم و عکسایی از شب دوم قبر وحید را پخش کردند. هیاهو بر سر قتل وحید مرادی همچنان ادامه دارد. در آخرین اظهار نظر رسمی وکیل مدافع سعید ساد، زندانی متهم به قتل وحید مرادی، میگوید اخبار منتشر شده درباره اینکه موکلش مرتکب این قتل شده معتبر نیست. محمد صالح نقره‌کار درباره اخبار منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه سعید ساد وحید مرادی را در زندان رجایی شهر به قتل رسانده اظهار کرد اخبار منتشره در خصوص ارتکاب جرم موکلم در زندان رجایی شهر مبنی بر قتل وحید مرادی تایید نشده و غیر قابل استناد است. فیلم دوربین مداربسته زندان در حال بازبینی بوده و تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در جریان است. بنابراین شایسته است تا تکمیل تحقیقات بدون پیش داوری فرصت برای کشف حقیقت توسط مرجع تحقیق فراهم شود.